آقای صبوری یه دفعه برگشتم بهت گفتم که شما از نظر من مافیایی برای اینکه جنس بازی با اون 3-4 دفعه‌ای که با شما بازی کردم فرق کرد. چرا انقدر چی میگین کلاپس کرد؟ چرا انقدر سنگین برات تموم شده؟ چه اتفاقی افتاد یه دفعه؟ یه کار ببین الان کاری باید ندارم، چون اگه کار داشته باشم تا ته بازی به چرخه میندازمتون بیرون، ولی این بازی رو ادامه نده چون حتما بهت شک میکنم. اونایی که جنس بازی منو میشناسن میدونن که من از دست دوم تارگت های 100% میزنم. مافیای هزار منی خانم اسکندری، مافیای یعنی رگ گردن میدم. خانم اسکندری رو بندازید بیرون مافیا نباشه رگ گردن میدم. و اصلا نمیگم بعدش منو بندازین بیرون چون مطمئنم باید بندازینش بیرون. ایشون برای تک تک ما دست بلند کرد. چطوری میشه تو به همه مظلوم باشی فقط برای آقای یاسر و آقای صبوری دست بلند نکردی؟ خانم اسکندری مافیای هزار منه، آقای یاسر مافیای هزار منه، آقای صبوری تا 90% مافیاست و داره یارفروشی علنی میکنه در روز. برای اینکه اگر انداختینش اگر مجید یاسر رو انداختین بیرون اومدین شکتون برد با آقای صبوری بگین آقای صبوری که مافیا نبوده یارشو نفروخته داره یارفروشی میکنه. نوار خالی پر کردی آقای صبوری؟ من نه بیا به خودش گرفت. بیا من خیلی عجیبه بعدم گفت زدی آقای یاسر. آره خب باشه خیلی تابلوی داخل. آقا من گردن میگیرم گردن میگیرم شما رو آقای یاسر. اگه شما مافیا نباشی خدا رو شکر خدا رو شکر.